مرد مالداری رو حکایت میکنن که داخل دکان شدن و از دکان مالهای زیادی را انتخاب کردن. به نزد جوان فروشنده آمدن، با یک غرور، با یک کبر کاردش را دراز کرد. گفت مبلغ این مال را از این کارد بگیر. این جوان فروشنده زمان کارد به دستگاه اشارت نمود. از جانب دستگاه صدا آمد مبلغ شما کافی نیست. اگر بیننده عزیز برای این نفری که تمام مبلغ داراییش در کارتش باشد این صدا را بشنود دلش را تکان می‌دهد. ناراحت شد این مرد مالدار. گفت برادرم شاید دستگاه شما خطا هست، بار دیگر کارت من را اشاره کن. زمان اشاره کرد پیام آمد رقم شما نادرست گرفته شد. جوان فروشنده ناراحت شد. گفت برادرم وقتی در کارتت پول نداری